الله عظمت خدا در اروپا نشان میده. حافظای قرآن در کانادا قرآن حفظ میکنه، ولی در اینجا مردم افغانستان با امریکا و اروپا معاهده بسته میکنه و ضد قانون الله حکم میکنه. ما جواب خدا را چی بده؟ در مقابل رسول الله ایستاد شویم چی بگویم؟ که ای پیغمبر خدا توی قرآن را آوردی که میگه که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. ای مؤمنا کافرها را دوستتان نگیرین. کافر حربی، کافری که قرآن در میده، کافری که در توب قرآن نشه میکنی را دوستتان نگیرین. ما جب که لنگی های سفید و سیاه که ریشه های پیغمبر برش معاهده را امضا میکنید، اما الله قرآن خود حفظ میکنه، کتاب خود حفظ میکنه.